سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم نویم ینوار تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. فوتبالباز شورتیار پامیر وزگین مناسیان از عالم چشم پوشید. عربستان سعودی برای سفر حج به تاجیکستان قریب 7000 کوتا جدا کرده است. در گذشت پهلوان و مربی شناخته ناصر خسروف، پدر خوشقدم خسروف، هشدار هواشناسان از خطر فروریزی ترمه‌ها در شورای دوشنبه خوجند. صدمه پرقربانی در کولاب، نکس به دیوار شرکت خانه‌سازی کورز برخورده است. و اکنون تفصیلات خبرها. حملگر شورتیار ایت طلایی باشگاه شورتیار پامیر وزگین مناسیان که تحت رقم 10 هنرنمایی میکرد و او را اسطوره رقم 10 مینامیدند، در سن 66 از عالم چشم پوشید. فدراسیون فوتبال تاجیکستان روز 9 ینور سال 2024 با نشر خبری در گذشت این سابقه‌دار فوتبال تاجیک گفت فدراسیون فوتبال تاجیکستان به خانواده و نزدیکان مرحوم اظهار همدردی بیان میکند. وزگین مناسیان 18 مارس سال 1958 در شهر دوشنبه به دنیا آمده فوتبال بازی را در کوچه‌های پایتخت تاجیکستان سر کرده است. سالهای 1968 تا 1970 در مسابقات توپ چرمین بین دسته‌های نورسان اشتراک کرده. بعد این به مکتب ورزش رقم 5 در نزد ورزشگاه اسپارتاک آمد. نخستین مربیانش در اینجا والری فیضرحمانوف و والری کورچیف بودند. وزگین مناسیان از سال 1975 تا 1979 در دانشکده ورزش تاجیکستان تحصیل کرده و در هیئت دسته این دانشکده در چمپیونات تاجیکستان هنرنمایی میکرد. در تیر ماه سال 1979 او را به هیئت پامیر باشگاه اساسی فوتبال تاجیکستان که در لیگ یکم چمپیونات SSSR هنرنمایی میکرد دعوت کردند. او از سال 1980 تا 1992 در هیئت پامیر هنرنمایی کرده. الکی در سال اول در 46 بازی 16 گل زد و بعد والری ترسونوف نشانزن رقم 2 پامیر شد. سال 1986 وزگین مناسیان 27 گل زده جایزه بوتسی نشانزن جایزه نشریه کمسمول تاجیکستان را به دست آورد. سال 1987 در بازی با روسلماش در شهر رستو ولبیدان مناسیان گل صدومش را در لیگ یکم را زد. در عموم وزگین مناسیان در هیئت پامیر 425 مرتبه به میدان برآمده 123 گل زده است و در برابر والری ترسونوف و محسن محمدیف از بهترین نشانزن‌های هیئت طلایی پامیر دانسته می شود. سال 1989 آرزوی مخلصان تاجیک بالاخره برآورد شد و پامیر به لیگ عالی چمپیونات اتحاد شوروی را یافت. مناسیان در این لیگ عالی نیز به پامیر کمک میکرد ولی در لیگ عالی همگی 3 گل زد. بعد فروپاشی اتحاد شوروی وزگین مناسیان از تاجیکستان رفت و با زنیت از سنت پتربورگ قرارداد بست، اما چند جرات به هم امکان نداد که او در هیئت این دسته جا بیابد. مناسیان چند سال دیگر در دسته‌های اوکراین بازی کرد و سال 1996 به سابقه فوتبال بازی خود نقطه گذاشت، اما تاجیکستان رو او همیشه به نیکی یاد میکرد و سال 2013 وقتی که هم دسته سابقش محسن محمدیف سرمربی تیم ملی تاجیکستان شد، مناسیان به وطن برگشت و به حیث یاور مربی تیم ملی تاجیکستان تا سال 2015 کار میکرد. تازه یک روز قبل از درگذشت وزگین مناسیان شبکه تلویزیونی ورزش تیوی فیلم مستندی را درباره او با نام داستان رقم 10 به نمایش گذاشت. در این فیلم مناسیان گفت من با شما ودانه میگویم، من باز برمیگردم. عربستان سعودی در سال 2024 برای سفر شهروندان تاجیکستان به حج قریب 7000 کوتا جدا کرده است. مجله دین و جامعه نشریه رسمی کمیته دین حکومت تاجیکستان در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد که روز 8 ینور سال 2024 رئیس کمیته دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سلیمان دولتزاده در دایره سفر کاریش به شایگری عربستان سعودی در شهر جده با وزیر حج و عمره آن کشور توفیق الربیع ملاقات کرده است. در جریان واخوری مسائل مربوط به همکاری در ساحه حج و عمره مورد بررسی قرار داده شده. همزمان میان دو جانب سازشنامه درباره همکاری در ساحه تشکیل حج موسمی سال 2024 به امضا رسید. ضمناً کشور میزبان حج امسال طبق ترتیب حصه شهروندان جمهوری تاجیکستان حدود
7000 کوتا معین نموده است. خبر داده است نشریه کمیته دین تاجیکستان. بعد فرو نشستن پاندمی کرونا ویروس و اثر گرفته شدن سفر حج طوری به نظر می رسد توجه ساکنان تاجیکستان برای سفر به مکه و مدینه خیلی زیاد شده است. طی یک سال اخیر 10,000 نفر از ساکنان تاجیکستان برای حج عمره به عربستان سعودی سفر کردند. متاسفانه نرخ‌های به صورت خیلی بی‌انصافانه بلند شده شرکت‌های مسئول تشکیل حج عمره در تاجیکستان باعث شد که هزاران نفر از شهروندان جمهوری از طریق کشورهای دیگر اساساً توسط ازبکستان و روسیه به حج عمره بروند. شرکت‌های تاجیکستان بعد از دست دادن هزاران مشتری بالاخره مجبور شدند که نرخ خود را نسبتاً پایین بیارند. معمولاً مقامات عربستان سعودی ایساها یا کوتاهای حج فرضی را بین کشورها برابر 0.1% اهالیشان تصدیق می‌کند. اهالی تاجیکستان الکی به 10 میلیون نفر رسیده است و می‌بایست کوتاش برای حج فرضی یا اساسی نیز به 10,000 رسانیده شود. اما عربستان سعودی چند سال باز با بهانه‌های گوناگون درخواست بالا بردن ایسای تاجیکستان را صرف نظر می‌کند. بر اثر به دیوار شرکت خانه‌سازی کورز برخوردن یک ماشین در شهر کولوب 3 نفر به هلاکت رسیدند. این صدمه پرقربانی صبح 8 ژانویه سال 2024 در محله اوفیس شیروزی رخ داده است. در شعبه کارهای داخلی شهر کولوب به رادیو آزادی گفتند ماشین تاکسی تمغه نکسیا که از سمت بازار سامانیان حرکت میکرد به دیوار اداره خانه‌سازی کورز برخورده به داخل بنا در آمده است. بنا به معلومات ملیت کولوب در نتیجه راننده یک مسافر داخل ماشین و همچنین یک ساختمانچه کارخانه کورز جان باختند. از آنها اسماعیل کنجایف، نوروز اسماعیلو و کرامت عبدالرحمانوف نام بردند. در بیمارستان منطقوی کولوب گفتند که یکی از ففتیده‌ها از سر آسیب دیده بود. صدمه مذکور در روی رخ داده است که 3 محله شهر کولوب 1 می، شمس‌الدین شوین و حافظ شیروزی را میپیوندد. به این منطقه از 4 گوشه شهر ماشین رفت و آمد میکنند و یکی از چهره‌های اعظم پرماشین شهر کولوب به حساب میرود. تا چند سال پیش در این منطقه چراغک فعال بود و رفت و آمد ماشین‌ها را تنظیم میکرد. با آغاز ساختمان خانه‌های بلند و شانه چراغک را کندند و از نو نصب کردن آن را فراموش کردند. از قبل ساکنان محله‌های گرد و اطراف گفته شده است که یکی از عامل‌های چنین صدمه‌ها بند کردن پیاده‌رو و طالب شورو محکم کردن و ساختن بناهاست. این نخستین چنین صدمه پرقربانی در کولوب نیست. شام 6 آگوست سال 2023 در کوچه جمعه علی در نزد بازار سامانیان به علت بالای ماشین‌ها و مردم راهگذر و خانه‌های استقامتی سرازیر شدن یک ماشین پرباری که ترمزش از کار برآمده بود 10 نفر به هلاکت رسیده 11 تن دیگر جراحت برداشتند. راه‌های تاجیکستان از لحاظ صدمه‌های مرگاورش پرخطر دانسته می شود. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند. تماشابینان عزیز یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. صبح 9 ژانویه سال 2024 قلب ناصر خسروف ورزشگر و مربی شناخته تاجیک، استاد ورزش و مربی شایسته تاجیکستان، غالب مسابقه های زیاد گشتین ملی و سامبو و جودو و پدر قهرمان سامبو جهان خوشقدم خسروف در سن 66 از عالم چشم پوشید. در این باره در فیسبوک ژورنالیست خلوت‌شوی محمود خبر داد او ناصر خسروف را معلم، استاد ارجمند، ورزشگر خوشنام و خوشکار نامیده نوشته است. هر که آمد به جهان اهل فنا خواهد بود، آن که پاینده و باقی است خود خواهد بود. درباره علت مرگ ناصر خسروف چیز گفته نشده است، ولی خلوت‌شوی محمود خبر داد که مراسم نماز جنازه مرحوم روز 9 ژانویه سال 2024 وقت نماز پیشین در مسجد محله 61 شهر دوشنبه معروف به مسجد امین جان دایر می شود. ناصر خسروف 28 می سال 1958 در دهه مرغوتگ جماعت روند نوعی ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان به دنیا آمده. ختم کرده دانشکده ورزشی تاجیکستان است. صاحب عنوان و جایزه های زیاد ورزشی بوده. باعث مدیر مکتب ورزشی نوعی ونج، سرمربی تیم منتخب سامبو ولایت مختار کوهستان بدخشان، معاون اول مدیر مکتب ورزشی ولایت مختار کوهستان بدخشان فعالیت پرثمر داشت. یکی از میوه‌های عمده فعالیت ناصر خسروف همچون مربی پسر 31 سالش خوشقدم خسروف است که
امروز از پهلوانان خوشنام و پرچمبردار تاجیکستان به شمار می رود. خوشقدم خسروف سال 2018 در چمپیونات جهان اوید به سامبو عنوان چمپیون جهان را به دست آورد. در طول سابقه ورزشیش همچنین 5 مرتبه چمپیون سامبو آسیا شده است. او همچنین چندین بار چمپیون تاجیکستان در گشتن ملی سامبو و جودو گردیده است. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 9 ژانویه سال 2024 با نشر یک هشدار به توجه شهروندان و مهمانان کشور رساند که طبق پیشبینی هواشناسان در روزهای آینده نیز در راه ماشینگرد دوشنبه چنوق به خصوص در کیلومترهای 88 تا 74 خطر لغزش ترمه باقی میماند. در رابطه با این کمیته ولایت‌های فوق‌العاده از شهروندان خواسته است که در این روزها سفرهای خود را به این سمت محدود کنند و سفرهای بدون ضرورت خودداری ورزند. در مناطق ترمزا همچنین انجام هر گونه کارهای کشاورزی، جمع‌آوری هیزم، ماهیداری و غیره مصلحت داده نمی شود. ساکنان منطقه باید هنگام گرم کردن خانه‌های خود قاعده‌های بی‌خطری ضد سوختار را رعایت کنند، فرزندان خود را بی نظارت نگذارند و همیشه آنها را همراهی کنند. کمیته به رانندگانی که به این سمت قصد حرکت دارند توصیه می‌دهد که قبل از سفر اول از منبع‌های رسمی از جمله کمیته ولایت‌های فوق‌العاده، وزارت کارهای داخله، خدمات رای وزارت نقلیات درباره وضع راه معلومات دقیق دریافت کرده به معلومات هواشناسان در مورد باد و باران دقت دهند. از رانندگان ماشین‌های بارکش خواهش کرده می‌شود که واسطه نقلیات خود را با همه ابزار ضروری از جمله زنجیرها، بندها، فانوس‌ها و غیره تامین کنند، حالت سیستم گرمایدهی را سنجند و بعد به سفر برآیند. به خاطر پیشگیری از هر گونه حادثه‌های ناخوش کمیته از رانندگان خواهش می‌کند که صورت حرکت را در راه‌های کوهستان بالا نبرند و فاصله بین ماشین‌ها را جداً رعایت کنند. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 9 ژانویه سال 2024 خبر داد که از جانب کارمندان میلیته پایتخت در اساس نوار در شبکه‌های اجتماعی نشر گردیده برای ویران نمودن ترتیبات در داخل نقلیات جمعیتی شهروند سعیدوف کامل انوارویچ سال تولد 1979 دستگیر کرده شد. در نوار دیده میشد که سنه 8 ژانویه سال جاری تقریبا ساعت 16:10 هنگام در داخل اتوبوس خطر رقم 3 قرار داشتنش یک مرد ظاهرا سرخوش با الفاظ قبیح ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران نموده است. خود سعیدوف برای شرح قضیه دسترس نیست، ولی میلیته میگوید ضمن سنجش معاین کرده شد که نام برده همزمان در حالت سرخوشی قرار داشته. با این عمل و رفتار خود تب دیگر مسافران را خیره نموده باعث ناراضگی شهروندان گردیده است. وابسته به حالت مذکور نسبت به دستگیر شده سعیدوف کامل طبق طلبات ماده 460 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان با اتهام اوباشی پروتکل مأموری ترتیب داده شده از جانب دادگاه نسبت به وی جزا در نمود حبس مأموری به مهلت 15 شبانه روز تعیین کرده شد. روز 6 ژانویه سال 2024 تقریبا ساعت 12:30 راننده اتومبیل تمغه خوندای گولوف مانوچر سال تولدش 1998 ساکن شهر نورک هنگام حرکت از سمت مرکز شهر نورک به شاهراه ماشینگرد شهر دوشنبه در حدود دهه توغمزار از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده دوچرخه‌ران نابالغ سمیف ادریس سال تولدش 2009 ساکن شهر مذکور و حمیدوف صفی‌الله سال تولدش 2009 ساکن نویه دنقره را پخش نموده است. در نتیجه نابالغ حمیدوف جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است و نابالغ سمیف جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. اوید به این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نوع رودکی عریضه جوان 25 ساله ساکن نوع مذکور وارد گردیده است که 4 ژانویه سال 2024 شخصان نامعلوم بالای پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از داخل جوان 200,000 روبل روسی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا مرد 31 ساله ساکن نوع رودکی با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اینچنین به شعبه وزارت کارهای داخلی در نوع سینا با عریضه جوان 20 ساله ساکن نوع مذکور مراجعت نموده است که 5 دکمبر سال 2023 تقریبا ساعت 08:30 شخصان نامعلوم از نزد راه زیرزمینی کوچه اسپیچک شهر دوشنبه یک عدد تجهیزات یخماس براری را که ارزشش 16,000 سوم را تشکیل می‌دهد دزدیده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا
معین کرده شد که جنایت مذکور مرد 43 ساله ساکن شهر ایسار صادر نموده است. همین طریق به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه یوم با عریضه مرد 31 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که 3 ینور سال 2024 تخمینا ساعت 12:00 شخصان نامعلوم با راه پنهانی به خانه‌اش درآمده از آنجا یک عدد تلفن موبیلی تمغه سامسونگ و جواهرات گوناگون طلایی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذراندن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که جنایت مذکور نابالغ 13 و 15 ساله ساکنان همین نویه صادر نمودند. همچنین گمان بر شوندگان 5 ینور سال 2024 تخمینا ساعت 12:00 با راه پنهانی به خانه استقامتی مرد 31 ساله ساکن همین نویه درآمده از آنجا یک عدد تجهیزات بازی سونی پلی استیشن که ارزش 6000 سومانی را تشکیل میدهد دزدیده از جای حادثه غیب زدند. همین طریق ضمن برگزار نمودن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مردان 32 28 و 43 ساله ساکنان شهر دوشنبه و نویه بلخی که یکی اشون پیش با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان صادر شده است با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. گمان بر شوندگان ماه سپتامبر سال 2022 هنگام در نویه سینا کوچه خویدولویف قرار داشتنشان وارد کارخانه مرد 50 ساله ساکن نویه رودکی شده از آنجا 10 عدد قالب‌های آهنین خشریزی را تصرف نموده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانی شده 50000 سومانی را تشکیل می‌دهد. از روی حادثه‌های مذکور تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.